قبل از شروع مفخوری تو این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت، فقط ظلم بوده و ظلم بوده و ظلم. نمونهش هم تو فوتبال میبینید. بعد از شروع مفخوری متاسفانه یه سری آقای میثاقی بی وطن ایران فروشن. ژنرال امیر قلعه‌نویی که با رشادت‌هاش با جان‌افشانی‌هاش باعث شد که ما تو جام جهانی 48 تیمی هم از گروهمون صعود نکنیم، امروزه صدر اخباره. برای چی؟ برای اینکه برگشته گفته آقا هر کسی که از تیم ملی انتقاد میکنه وطن فروش، ایران فروش، بی وطن کثافته. و چرا اصلا اجازه میدید کسی انتقاد کنه؟ مسئولین هم گفتن چشم، ما اصلا چرا باید اجازه بدیم کسی از تیم ملی انتقاد کنه؟ اومدن در هر برنامه‌ای که راجع به تیم ملی صحبت می‌کرد و انتقاد می‌کرد رو بستن. اما امیر قلعه‌نویی کیه؟ و شاید این رفتار برای یک عده تعجب آور باشه، اما برای کسی که فوتبال امیر قلعه‌نویی رو میشناسن میدونن که امیر قلعه‌نویی همیشه اینجوری بوده. با پدیده علی نمیدونم آشنا هستین یا نه، ولی برای من وقتی اسم امیر قلعه‌نویی میاد و برای خیلی فوتبالیای دیگه تا اسم امیر قلعه‌نویی رو میشنویم یاد یه علی میافتیم. این علی رو کسی ندیده، کسی صداشو نشنیده، کسی قیافه‌شو ندیده، عکسی هم ازش منتشر نشده، اما هممون علی رو میشناسیم. ماجرا از این قراره که حتی قدیما، خیلی زمان قدیم که اصلا مربی تیم ملی هم نبودید آدم، تو کنفرانس خبری اگر خبرنگاری بهش میگفت آقا بالا چشت ابروه، یه علی تو اون سالن بود میگفت علی، یارو خبرنگارا رو از سالن بیرون میکرد. علی زمانی که امیر قلعه‌نویی سرمربی اصطلاح بود نتیجه نمیگرفت تا 4 تا تماشاگر میومدن راجبش حرف میزدن، میگفتن آقا این چه وضع بازیه. 4 تا لیدر داشت امیر قلعه‌نویی که میگرفتن اون تماشاگر رو میزدن. ببین میزدن. اینجوری بوده آدم. مثلا به خاطر این رفتارا شما تعجب نکنید. فرقی که اتفاق افتاده اینه که یه مقداری داستانه سیاسی و شرایط مملکت جوری شده که اینا تونستن از این موقعیت سوء استفاده کنن و این داستانه تیم ملی رو بچسبونن به وطن و بگن که آقا هر کی به تیم ملی بگه دیگه از این بعد به امیر قلعه‌نویی نمیگه، داره به وطن میگه. پس ببین آدمی که قبل از اون سرمربی مثل کرمان هم بود همین رفتار میگه، الان که سرمربی تیم ملی تو زمان جنگی قراره با منتقدا چه برخوردی بکنه. حالا تو بیا بهش بگو آقا خب 3 دوره شما سرمربی تیم ملی بودی، جام ملت‌های آسیا 2007 که حذف شدی، طلبکار میگه آقا رسانه هم زیاد انتقاد کردن من حذف شدم. دوباره جام ملت‌های قبلی حذف شدی، به قطر باختی، جیبت کرده بود اکرم عفیفی تو رو، میگی فوتبال دیگه، رسانه‌ها زیاد انتقاد میکنن ما حذف شدی. فوتبال همین دیگه، 7 موقعیت تو 6 قدم داشتی. آمار دیگه. خب چرا نمیزنیم؟ خب فوتبال چرا نداره که؟ این سری که اصلا دیگه هیچی نمیگن ما حذف شدیم، میگن آقا ما فوق‌العاده بودیم بعد مجسمه‌مون رو بسازیم خیابون رسم کنیم، چون ما و اسپانیا قهرمان جام جهانی شد تنها تیمایی هستیم که نباختیم. و شما ببین آرژانتین وقتی گل خورد 20 دقیقه طول کشید گل مساوی رو بزنه، ولی ما در عرض 5 دقیقه گل مساوی رو زدیم. شاید فکر کنید من دارم اغراق میکنم، ولی این حرفای من نیست، حرفایی که واقعا مربیای تیم ملی گفتن. این مربی تیم ملی گفته که آقا ما و اسپانیا تنها تیمایی هستیم که باخت نداشتیم. و اینکه آرژانتین بعد 20 دقیقه کامبک زد، ما بعد 5 دقیقه کامبک زدیم، اینا همه افتخاره. تیمیه این تنها تیمیه در تاریخ جام جهانی، در همه جام که نباخته. من حتی ما رفت تیم آرژانتین قهرمان جهان 20 دقیقه طول کشید برگرده تو بازی، ما 3 دقیقه بعد توپو کردیم تو گل. مسئله شما اطرافیان امیر قلعه‌نویی هم خیلی خوبن، یعنی از خودش خیلی با دانش دارن. یکی از اطرافیان هستیش هومن افاضلیه. رزومش چیه؟ هیچی. 4 تا تیم تو لیگ برتر تحویل گرفته، لیگ 1 تحویل داده. حالا شاید بگین این رزومه نیست، اما این رزومه اسطوره مقاومت و تلاشه. کسی که هی تیم میگیره، تیمو سقوط میده، دوباره میاد با رشادت تیم میگیره و دوباره سقوط میده. شاید بگی خب آقا دیگه تیم‌ها و باشگاه به این نتیجه میرسن که شاید این آدم مربی خیلی خوبی نیست، دیگه بهش تیم نمیدن، اما تیم بهش میدن، اون تیم رو هم میندازه. اینجا شاید بگین دیگه آقا دیگه احتمالاً باشگاه‌ها به این نتیجه رسیدن که این مربی خوبی نیست، همه تیم‌ها رو سقوط میده، باز یه تیم دیگه بهش میدن، اونم میندازه. اینجا شاید بگین دیگه تمومه، دیگه باشگاه به این آدم تیم نمیدن، این هر تیمی اومده زیر دستی سقوط کرده. کاملا درست گفتین، اونجا دیگه باشگاه بهش تیم نمیدن، میاد مربی تیم ملی میشه. اینجوریه. پس اگر این آدم اسطوره نیست، شما برای من اسطوره رو تعریف کن. کسی که با این رزومه میاد مربی تیم ملی میشه واقعا اسطوره است، واقعا باید روش مطالعه بشه و تحقیق بشه. من خودم دوست دارم پایان نامه ها و مقاله ها راجع به هومن افاضلی و روش نوینی که داشته و با این رزومه تونسته به مربیگری تیم ملی برسه تحقیق بشه. ای خدا. بله خلاصه ما هم زیادی داریم انتقاد میکنیم از تیم ملی و کلا زیاد انتقاد میکنیم. مثلا واسه چی ما داریم تو ایران زندگی میکنیم انتقاد میکنیم؟ مگه شرایط ایران چشه؟ اصلا
چی میخوایم دیگه از این زندگی؟ هی داریم انتقاد میکنیم والا، هی داریم انتقاد میکنیم چرا مسئول اختلاس کنه، انتقاد میکنیم چرا هوا رو دست، انتقاد میکنیم چرا دلار انقدر، انتقاد میکنیم چرا تیم ملی مریده. هی داریم انتقاد میکنیم. خب این مسئول وقت کی میتونه از زندگیش لذت ببره؟ هی وقتی 4 نفر هستن بالا سرش دارن انتقاد میکنن، پس چیکار میکنن؟ میزنن اون کسی که انتقاد میکنه رو دهنشو سرویس میکنن تا دیگه انتقاد نکنی. علی هم خودت بیشتر به زندگی خودت میرسی دیگه، سرگرم این انتقادات نمیشی، همونا به زندگی خودشون میرسن. مثلا امیر قلعه‌نویی ازش انتقاد میشه که آقا چرا شما از سرمربی قهرمان جام جهانی هم داری بیشتر پاداش میگیری؟ میگه من ایثار کردم که به جای دلار ریال گرفتم. نمیخوره ما اومدیم ایثار کردیم، پایین گرفتید اولیه رو، بعد کاری کردیم. حالا ارزش دلاری رو همونو گرفته ها، ولی میگه من چون ریالی گرفتم تو این شرایط ایثار کردم. الان من بیام قور بزنم انتقاد کنم، خب هم وقت خودمو میگیرم هم وقت اونو میگیرم، چون که کسی که به حرف من گوش نمیده دیگه به اون پاداش نده. خودی خودمون اذیت می‌کنی. پس میاد دهن من رو میبنده، میگه هر کی از من انتقاد میکنه وطن فروش، ایران فروش، بیگانه پرست، سگ صهیونه. پس دیگه کسی انتقاد نمیکنه. همین دوستان، به امیر قلعه‌نویی و دستاوردهای تاریخیش در جام جهانی از این بعد همیشه احترام بزنید. خیلی دوستتون دارم. فعلا نیکی